کسی باور نمیکرد که من موفق میشم. آدمان میگفتند که این مرد دیوانه است. آنها فکر میکردند که از دست من کاری نمیآید. شما به آنها اهمیت ندهید. نزدیکان شما را باور میکنند. آیا این مهم نیست؟ مهمتر شما به خودتان باور داشته باشید. پدری من بای نبود و من نیز خوب تحصیل نکردم. چرا 3 مرتبه خواستم که به دانشگاه داخل شوم اما نشدم و من در آخر به کالج آموزگاری داخل شدم. این برای من بهتر از گاور بود. چرا که من 10 مرتبه کوشش کردم به گاور داخل شوم به این نتیجه بود. وقتی که من معلم بودم معاش من $10 بود. خیلی کم بود. این برای من آسان نبود. همیشه باوری داشتم که در آینده مرا یک پیروزی بزرگ انتظار است. باید خودم را قانع میکردم. تلاش زیاد کردم و من موفق شدم. وقتی که من در سال 94 اعلان کردم باید که تجارت خودم را به واسطه اینترنت برا میمونم، 23 نفری که مرا شنید مسخره کرد. میگفتند که تو خود اینترنت رو نمیفهمی، این کار تو بیفایده هست. اما من باوری خودم را از دست ندادم. کوشش کردم. هیچ کس فکر نمیکرد که اینترنت اینقدر مشهور میشد. اکنون آدما فکر میکنند. من سال 94 قدرت اینترنت را دیدم. اما نه، من آن زمان فقط میخواستم برای خودم کار کنم. بینید از بین 16 سال گذشت. اکنون من 3 گروه دارم. دیگران از من میپرسند که تو چه خیلی این کارا کردی؟ حتی خود شما با خودتون این سوال رو میدید. چرا دیگران میتوانند من نه؟ اکنون شما با فکری مرا گوش کنید. من 16 سال پیش فکر میکردم همه ای کارو بیل گیتس، لارا پیج و دیگر بیزنسمن های مشهور همه ای کارها رو به خود گرفتم، ولی با من امکانیت آمد که من با آدمان مشهور دنیا شناس شوم و مثل بیل گیتس، لارا پیج، مارک زوکربرگ. اکنون من به همه آنها شناس شدم. فرقیت بین شما و آنها در این است: آنها به آینده روشن فکر هستند و از زندگی ناراضگی بیان نمی کنند. همه آنها کوشش می کنند که مشکلی های خودشان را و دیگران را حل کنند. بعضا وقت می بینیم که زندگی و مشکلات خود شکایت می کنند. این امکانیت شماست. اکنون شما فکر کنید که چی طور مشکلات آنها را حل کرده می توانید. انا همین امکانیت شماست. من خودم همین کار را کردم. سال 94 و 95 مردم خطای میخواست که مالهای خود را به دیگر مملکت فروشد، اما نمی توانید. آنها میگفتند که پول ویزا در کار که بر آنجا روم. من در آن زمان فکر کردم اینترنت میتواند که تجارت خرد مرا کمک کند، اما هیچ کس به این باوری نداشت. آنها میگفتند که چگونه اینترنت به ما یاری رسانده میتواند. ای کاش باور میکردند. آنها میگفتند این ناممکن است. اگر شما فکر خود را باوری دارید، به آن کاری که شما در آینده کردنی هستید باوری داشته باشید، آنهایی را که پیدا کنید که به این فکر شما باوری دارند و با شما کار میکنند، شما اهمیت ندهید به دیگران و این کاری شما، دوستان شما، نزدیکان شما باوری دارند آیا نه، این تماما مهم نیست. مهم در آن است که شما بر خود باور داشته باشید. به کاری که خود میکنید باوری داشته باشید. اکنون من یک واقعه از کار خودم میگویم. در اول کاری من به این تجارت خوردم یک چند مدت فایده ندیدم. رو افتاده نشدم. تجارتم را نپرداختم. ادامه دادم. اکنون شما بینید که من
аз яке тиҷори машҳур ҳастам. дӯстон, ягон вақт роҳафтода нашавед. фақат кӯшиш кунед, ҳаракат кунед ва пеш равед. дар тамоми кор пасту баландӣ дорад, аммо фақат ҳаракат ва пеш кардан дар кор.